آماده شد. بریم. بله. خودم نگرد دست خودم نگرد. خب. عرضم به حضور شما که برای گرفتن کانال روی تلویزیون هایی که ریسیور روش سواره، بله. یعنی دادن فرکانس، یه دکمه چرخنده روی کنترل هست. بله. اینو میزنیم. بله. این قسمت آل ستینگ بله. که زدیم، این قسمت پروگرام، بله. این قسمت پروگرام رو میزنیم. بله. پروگرام تانینگ ستینگ رو میزنیم، باز میشه. بله. حالا اگر میخوایم فرکانس دستی بدیم، باید بیایم اینجا روی ماهواره رو انتخاب بکنیم. بله. این ماهواره ماست بله. که انتخاب شده است. برمیگردیم میایم روی ترانسپوندر ادیت بله. میزنیم. ترانسپوندر ادیت که زدیم، به این صورت این فرکانس ها باز میشه. بله. روی این مثبت، بله. مثبتی که زدیم، بله. روی این فرکانس اول، فرکانس مادر خود دستگاهست، خود بله. تلویزیونه. اینو که فشار دادیم، بله. دکمه زرده رو میزنیم، فرکانسش رو پاک میکنیم. اینجا میدیم 11 262. اینتر رو میزنیم، میره بالا میشه. بله. بعدا اینجا پولاریزیشنش هم عوض میکنیم. ما میخوایم هوریزانتال باشه، با این عوض میشه. این قسمت هم سیمبول وقتشه. دوباره این یک رو پاک میکنیم و اینجا میدیم 27500. اینتر رو میزنیم. بله. این الان اینجا پر شد. اد میکنیم. بله. این میره تو حافظه دان میزنیم. الان این باید بگردیم اینجا پیدا کنیم، اونی که دادیم اینه. بله. به این صورت. حالا برمیگردیم از این بغل روی منوال تانینگ. بله. این ترانسپوندر رو باز میکنیم، اینجا پیداش میکنیم. 11262 11262 اینه. اینو میزنیم، اینجا میاد. منتظر میشیم روی این که پر شد.